این اون راکت قدیمی هایکوبیه که خیلی اون میشناسیمش از اونجایی که پاسور راکت بین پاسوربازهای حرفه‌ای به شدت معروفه از لحاظ کیفیت. حرف اول رو نمونه اورجینالش توی نمونه‌های پلاستیک میزنه و مقاومت به شدت بالای نمونه‌های اورجینالش داره. این نمونه قدیمی هایکوبی بود، خیلی‌ها تهیه کردن. شباهت به شدت بالایی به نمونه اورجینالش بود تا اینکه این نمونه وارد بازار شد. جدیدترین و آخرین نمونه هایکوبی راکت که شباهت فوق‌العاده بالایی به راکت اورجینال داره و خیلی‌ها حتی این رو به عنوان راکت اورجینال میفروشن. کیفیتش واقعا بی‌نظیر و شباهت فوق‌العاده بالایی به راکت اورجینال داره. از لحاظ کیفیت درو روغنیه و ماندگاری رنگ فوق‌العاده عالی داره. همه کسایی که راکت داشتن میدونن راکت به نرمی و روغنی بودن فوق‌العاده عالیش معروفه. فیس‌های کلاسیکش رو مشاهده می‌کنین و واقعا بین کارت‌ها یک کارت فوق‌العاده عالی و جذابه. از لحاظ کیفیت حرفی برای گفتن نمیذاره و بریم با هم برخوری این کار فوق‌العاده رو ببینیم که یک برخور فوق‌العاده نرم و بی‌نظیر داره و میتونه یک کار فوق‌العاده عالی برای بازی‌های طولانی مدت شما باشه. ارادت خدمت شما.